همین حضور در نزد منم بینای اتفاق نویسندگان ما قرار داریم. انتخابات رئیس اتفاق نویسندگان ادامه دارد. 2 نفر نامزدیشون پیشبری کردن، یکی جلال اکرامی و دیگر فضل‌الدین محمدیوف. به نظر شما از همین 2 نفر کدومش ارزنده است که رئیس اتفاق شود؟ به نظر من اکرامو فضل‌الدین محمدیش هم میشناسم، یکی همین جلال اکرامیش هم میشناسم. خوبترش هم نه. فکر می‌کنم این جلال همیه بعد که مزور چکسته پیشرویش زورا نویسنده مثلا میتونه شرطی که برای چی اون فضل‌الدین محمدیوف نه جلال اکرامی ارزنده تر است؟ ولی میدونی چه خیلی بیرا بکشت مرا یگون چیشون دیم کاپ مینویسه میگم پروگرام جلال اکرامی انقدر وفات کرده. خب فضل‌الدین محمدیوف هم وفات کرده. نه وفات کردن چه میشه؟ اون که بسیار خدمت کرده است. اصلا دیو هر دیو خدمت بزرگ کردن برای ملت تاجیک، خلق تاجیک. شاید تاریخ وزنی هم میان گرده. همیشه ما هرچند لایق هستن با چنین وظیفه. به نظرتون کدومی از همین نویسنده ها مثلا رهبر اتفاق انتخاب میشد؟ کدومش ارزنده تر است به نظرتون؟ به نظر ما همین جناب والی خوبتره. اسحاق نیوتن شاعر بریتانیایی میگن اصلش تاجیک بوده است، نامش اسحاق نورعلی بوده است و در باغ باباش یک بار میشیند و در سرش یک سیب کلان میافتد، همین گونه تاجیکستان ترک میکند. به نظرتون همین عقیده درست است یا نه؟ نه. خب برای چی؟ درست است، ولی تاجیک نبودن. خب در وایو امریکا داخل زندگی میکنه ولی در تاجیکستان نبوده. خب مثلا چی کار کرده است درباره همین ایجادات نیوتن؟ چی گفتن یا میتونه چی مثلا شناسایی داره؟ کدام شعر یا که اثرهاش مثلا وزارت کار خارجه تاجیکستان احمدی دانش سفیر تاجیکستان در سنت پترزبورگ تعیین کرد به تازگی. به نظرتون از عهده همین وظیفه‌اش میبرد همین مرد؟ بله. خب مثلا به نظرتون چیکار باید کنه در اونجا؟ مثلا مهاجرای ما حمایت کنه، چیکار کنه احمد دانش؟ مهاجرا حمایت کنه. خود احمد دانش کی است؟ احمد دانش یک آدمی شریعی بود، آدمی فربی بود و بسیار پول را نقد میدید. میبروی احمد دانش زوره. خب بوده احمد دانش های وقت شکل نامش موندگی های میمونه یادم ها همه طرفات تنجه است. آخر احمد دانش وفات کرده است، چگونه میتواند که از عهده این کار برآید؟ و باوری دارم که در تاجیکستان شاید کن چنین متخصصان با مانند احمد دانش یا متاسفانه احمد دانش خود وفات کرده است. دیروز وزارت کارهای خارجه تاجیکستان احمد دانش سفیر تاجیکستان در سنت پترزبورگ تعیین کرد. به نظرتون همین آدم از عهده سفیری پسال بودن در سنت پترزبورگ میبراید یا نه؟ بله میبره. به چه خاطر؟ احمد دانش اولا اینکه شاعر بودن و یک کس وفات کردن، از این سبب نمیتونن که مثال در اونجا حضور داشته باشن. احمد دانش چی تجربه سفیری داشت؟ احمد دانش تجربه سفیری نداشت.